بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امروز توفیقی شد که در خدمت برادران بسیار خوب و زحمتکش و بی ادعا و پرتوان موکب 72 تن، معروف به 72 تن رودسر، صاحب زمان رودسر، سالهای گذشته هم تو همین مکان بنا به اظهار مسئولین خدمات بسیار خوبی دادن. انشالله امسال هم با این برنامه‌ریزی که کردن و این تیمی که من میبینم از دوستان بسیار خوب، فرهنگی و طراح، امیدوارم انشالله که ما شاهد این باشیم که این موکب همچنانی که دارد برای زایرین حضرت ابوعبدالله الحسین تلاش میکند جزو موکب‌های در تراز انقلاب اسلامی و بسیار خوب باشد. من صمیمانه از مدیر اجرایی، از اعضای مدیر اجرایی، از هیئت امنا، از تک تک خادمین این موکب تو این هوای گرم دارن تلاش میکنن و الان همونطور که هم مشاهده میکنید دارن فضا رو آماده میکنن. یعنی فضا آماده میشه، انشالله از امروز هم آمادگی دارن برای پخت غذا. امیدوارم که همشون در زیر سایه آقا سید الشهدا باشن و اجر همشون انشالله با خود ابوعبدالله الحسین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.